اسنپ. سلام عزیزم. سلام، خوبی؟ چی شد؟ پولو جور کردی؟ فکرشو کردم، قربونت برم، تو نگران نباش. خب ببینیم دیگه. خدا. سلام خوشگل خانوم. یه کد برای خواهر خوشگل بخری. امروز درس نکردم. خانومم نیستش که، مسافرمه، ولی باشه یه دونه واسه خانومم که توی خونه است میخرم که خوشحالش کنم. اینم خدمتش. واقعا چه کار قشنگی کردین. دل 2 نفر رو شاد کردین. همین بچه رو، هم همسرتون که توی خونه است. ولی مگه خودتون مشکل نداشتین؟ میدونی این بچه ها تا چشم وا کردن فقط کار کردن، بچگی نکردن. بعدش هم این پولا دردی از من دوا نمیکنه، ولی میتونه حال یه خانواده رو خوب کنه. چه خوبه یاد بگیریم اگه ازشون خریدم نمیکنیم، با درست صحبت کردن حالشون رو خوب کنیم. پس لطفا یه لحظه صبر کنیم، منم ازش یه گل بخرم. اگه از دنیا دلت گرفته غمت نباشه، من هستم.